سرفه هایی که این روزها خیلی شنیده میشه سرفه میکنم و علائمی که خیلی ها دچارش شدن. تب شدید داشته 40 درجه به بالا بوده. سوزش قفس سینه، بدن درد دارم، سردرد، تب و بدن درد و سرفه. آنفلوانزا، بیماری ویروسی که این روزها همه‌گیر شده. خیلی شدید شده بین مردم. در 11 روز ما گرفتارشیم دیگه. بر اساس آخرین گزارشات آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بین 40 تا 70% مواردی که به دلیل سندرم حاد تنفسی یا علائم بیماری تنفسی مثل شبه سرماخوردگی مراجعه میکنن تست آنفولانزاشون مثبت میشه. ما در حال حاضر در همه‌گیری بیماری آنفولانزا قرار داریم. بیماران با علائم یکسان در مراکز درمانی زیاد دیده میشن. هیچ وقت همچین موجی نداشتیم که یک شیفت حدود 100 تا 200 پذیرش داشته باشه. ظرفیت برخی مراکز درمانی مثل بزرگترین بیمارستان تخصصی کودکان جنوب غرب کشور در حال تکمیله. شاید بگم 95% پر شده، ولی با این حال هنوز ما جاهای دیگه رو تدابیر اندیشیدیم. به گفته کارشناسان حوزه بهداشت، بهترین راه در امان موندن از این همه‌گیری رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق واکسنه. برای کودکان زیر 5 سال، خانم‌های باردار و افراد مسن بالای 65 سال و کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای نقص ایمنی دارند و یا بیماری‌های مزمن زمینه‌ای دارند، هر ساله واکسن آنفولانزا رو بزنن تا اگر مبتلا به بیماری بشن عواقب جدی‌ترش کاهش پیدا بکنه. به خصوص که بیماری زمینه‌ای دارن یا دیابت دارن، توصیه اینه که واکسن آنفولانزا رو به صورت مستقل تک دوزش رو دریافت کنن. به مقدار کافی واکسن آنفولانزا هم وارداتی داریم هم تولید داخلی توی داروخانه‌ها هست که میتونن که مراجعه کنن. اما در صورت ابتلا به آنفولانزا از مصرف بی‌رویه آنتیبیوتیک خودداری کنید. مهمترین راهکار برای درمان مبتلایان به آنفولانزا استراحت، استفاده از مایعات گرم و کنار اون استفاده از داروهای مسکن و درمانهای علامتی هست. راضیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.